روز 19 سپتامبر کودکان در دنقره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را چنین پیشواز گرفتند. شیوه پیشوازی که روز 1 سپتامبر او سخت تنقید کرده بود. کودکان را میبرند در قد راه راست میبرند، چی گناه دارد بشون؟ و چی میکند؟ چی ندیده است پرزیدنت خواننده را ندیده است، کودک ندیده است. ساعتهای دراز، شمال، خنک، برف، باران. با همین ظاهر پرستی میکنین، چشم رهبر دولت در حتی خاک پاشیدنی میشه. من کردم این چیزا ما دیگر در یگان شهر و ناحیه راه نمیدیم. سالهاست که خوانندگان و کودکان به پیشواز پرزیدنت و دیگر منصبداران جلب می شوند و برای این هفته ها تمرین می کنند. والدان شکایت می کنند که فرزندانشان به دنبال آمادگی به راهپیمایی از تحصیل دور می مانند. تنقید پرزیدنت ظاهراً وضع را اصلاح نکرده است. اگر شخص رحمان را همچنین کارها پیشنهاد نمی آمد، این بیشتر از دوام 20 سال است که شخص پرستی در تاجیکستان ادامه یافته ایستاده است. با یک مرتبه 2 مرتبه انجام دادن همچنین کارها نقطه میگذاشت و این کارها تکرار نمی شود. این بیانگری آن است که خود رحمان از همچنین کارها خوشش میآید و این سخنها صمیمی نیستند. در گذشته آموزگاران بر رادیوی آزادی گفته بودند که برای آماده کردن کودکان به پیشواز پرزیدنت تقریباً 2 ماه مشق و تمرین لازم می شود. در بعضی ناحیه ها منصبداران سطح میانه و پایانی نیز تلاش کردند که آنها نیز به سان پرزیدنت پیشواز گرفته شوند. حتی در برف و باران، هوای سرد و یا گرمای تابستان. لیکن در شهر ناحیه رفتن این فلانچه آمده تمام مکتب برای اونجا قطار کن. حتی برای سفرهای پرزیدنت نکنید این کارا را. رئیسای ویله شهر ناحیه من سپارش دادم قطعی، حتی جزا هم دادم. حامیان حقوق این نوع پیشوازگیری را نقض حقوق کودکان نامیده منصبداران را بارها برای این تنقید کردند، ولی تغییر پیش نیامده است.